آهنگ جدید مهراج وفا با غزال نایت و افشای حقایق تازه رابطه مهراج وفا با غزال نایت. غزال نایت اکنون کجاست و با مهراج وفا چرا خواسته آهنگ دوگانه اجرا کند؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. مهراج وفا هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نام آشنا در هنر موسیقی محلی افغانستان می باشد. مهراج وفا کارهای هنری خود را چند سال قبل در افغانستان آغاز کرد و توانست در میان هنرمندان محلی افغانستان جایگاه خاصی پیدا کند. مهراج وفا بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان با خانواده‌اش به کشور ایران رفت و از کشور ایران سفرهای هنری به کشورهای آسیایی از جمله تاجیکستان و ازبکستان داشته است و در آنجا با هنرمندان افغانی و تاجیکی آهنگ‌های بیشمار ثبت کرده است که پربیننده ترین آهنگ وی با تخمین ارسلان بوده است. جدیداً مهراج وفا از غزال نایت خواسته آهنگ دوگانه با وی اجرا کند و غزال نایت با کمال میل سرودن آهنگ دوگانه با مهراج وفا را پذیرفته است. غزال نایت هنرمند خوش صدای کشورمان که در اصل تابعیت کشور کانادا را دارد ولی اکنون در کشور ترکیه زندگی می کند و به کارهای هنری خود پرداخته است. قرار است این آهنگ غزال نایت با مهراج وفا در کشور تاجیکستان با کمک و همکاری باربود موزیک ثبت و نشر شود. ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم و منتظر نشر این آهنگ از دو هنرمند موفق و خوش صدای کشور خود خواهیم بود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.